الو ساغر، شما؟ من مادرت هستم. مادرم؟ واقعا مادرمی؟ آره عزیزم، میدونم که این برای تو شوک بزرگیه. پس اون وقت برای چی زنگ زدی ها؟ چرا نمیای دیدنم؟ چرا نمیای منو ببری خونه؟ تو رو خدا ساکت نباشه، چیزی بگو. من نمیتونم این کارو بکنم ساغر. من نباید سر راهت سبز بشم دخترم. یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه بگو دخترم. مامان عزیزم. مامان عزیزم. مامان عزیزم گریه نکن، وگرنه منم خیلی قصه میخورم. باشه گریه نمی کنم، قصه نخور. از دستم عصبانی نشو، تلفن رو قطع نکن. خب مامان نمیتونم خودم رو کنترل کنم. مامان اونجایی؟ آره اینجا. مامان تو رو خدا فقط یه بار بیا، بذار یه بار ببینم تو، یه بار بغلت کنم. منو پیش خودت نبردی هم اشکال نداره. نمیتونم دیگه خیلی دیر شده، باید قطع کنم. مامان صبر کن قطع نکن. چرا ولم کردی مامان؟ شرایط اینجوری ایجاب میکرد. من همراه تو یه گوشه از قلبم اونجا گذاشتم. ساغر خیلی دوست دارم، از من متنفر نباش عزیزم، باشه؟ مامان قطع نکن. مامان قطع نکن. مامان یه بار دیگه بهم بگو دخترم. تو رو خدا مامان یه بار دیگه بهم بگو دخترم. مامان تو رو خدا یه بار دیگه. مامان قطع نکن. مامان قطع نکن. شام خوردی خواهری؟ آره. چقدر خوبه یه خواهری داری که باهاش صحبت کنی. بشرا دیگه خواهر تو هم هست. بیا دیگه بیا. فسقلی تو چرا ناراحتی؟ تو جشن پایان سال قرار بود نقش پرستار رو بازی کنم. خانم معلم ازمون 10 لیر خواست، مامانم اجازه نمیده. ببینم پول نداره؟ باشه خواهری، من برات جور میکنم. تو با معلمت صحبت کن، بگو تا چند روز دیگه میدی. باشه. بیا دستبند درست کنیم، میتونی تو بازار بفروشی. دوستتون پای تلفن داره گریه میکنه و مامان میگه. جمره؟ نه ساغر. تو کل زندگیم یه چیز ازتون خواستم، اونم انجام نمیدین. سرکان پسرم، 100,000 لیر برای پسری به سن تو پول زیادیه. باشه پولش مهم نیست، فقط بگو برای چی میخوای پسرم. بهتون نمیگم، ولی برای کار بدی هم قرار نیست استفاده کنم. بگو بذار ما تصمیم بگیریم خوبه یا بده. نمیگم. پس ما هم بهت پول نمیدیم. سرکان ببین بابا، اگه به اون 100,000 لیر بدی منم میخوام، گفته باشم. آی دافنه تو دیگه بس کن، با تو هم باید سر و کله بزنی. نازان مواظب رفتار سرکان باش، چیزی فهمیدی به منم خبر بده. توفیق از پشت تلفن و بیرون از خونه نمیشه پدری کرد.
برگرد خونه، بالا سر بچه هات باش. مامان فکر کنم میخواد بده به اون دختره. ایلولو میگم. دختر چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ سوگل مامانم زنگ زد. دیگه چی؟ سوگل به خدا من مادر دارم، بهم گفت دوست دارم، بهم گفت دخترم. سوگل صداش خیلی قشنگ بود. وای ساغر، دوست عزیزم یکی حسابی سر کارت گذاشته. نه گفتم که مادرم بود، بهم گفت دخترم. اگه مادرت بود زنگ نمیزد میومد. ببین اینا همش زیر سر اون نریمانه، عوضی میخواد تو رو تو مشتش نگه داره. سوگل دارم میگم مادرم بود، چرا باور نمی کنی؟ پس چرا نیومد؟ حالا که جاتو میدونه پس چرا به خودش زحمت نداد بیاد دنبالت؟ نمیدونم. نه تلفن اشغال نکن، مامانم میخواد زنگ بزنه. تو مثلا که دیوونه شدی یا؟ گفتم اشغالش نکن. گولان جان میشه از اون یکی تلفن استفاده کنی؟ ساغر بیا بریم. من همینجا میمونم، میخوام وقتی مامانم زنگ میزنه همینجا باشم. خیلی خوب، پس منم میمونم. باشه. ایوا سوگل، ساغر، بچه ها شما چرا اینجا خوابیدی؟ خوابمون برده. تلفن زنگ نخورد؟ اگه زنگ میخورد میشنیدیم. پاشو بریم تو اتاق. نه من نمیام. ببین ساغر میزنم اتاق. پاشو دیگه. نمیخوام بیام، میخوام همینجا بمونم. سر صبحی اینجا چه خبره؟ تو به این دختر زنگ میزنی؟ آره زنه به این گندگی کار و زندگی نداری این بچه رو سر کار میذاری؟ درست صحبت کن. تو چی داری میگی دختر؟ میخوای بهش بقبولونی که یه مادر داره نه؟ برو برای خودت یه جاسوس دیگه پیدا کن، دست از سر دوست من بردار. دیگه هم به عنوان مادرش بهش زنگ نزن. پاشو ببینم. ساغر مادرت زنگ زده بود؟ آره معلوم نیست مادر نداشتش چطوری میتونه زنگ بزنه. من کاری نکردم. مامانم بود دیگه. تو مادر نداری. تو رو کیسه های آرد ول کردن و رفتن. اسمتو من گذاشتم ساغر، حتی اسمم نداشتی. بچه ها بیاین برین تو اتاقتون. برین آفرین. الو، ما چه قراری گذاشته بودیم؟ قرار بود دنبال ساغر نگردی. دیگه هیچ وقت بهش زنگ نزن.